مرکز تحصیلات رقمی دانشگاه بینای نوی تعلیمی بوده با تجهیزات معاصر روند تعلیم جهازانیده شده است. بینای مذکور برای 700 جای نشست پیش بینی گردیده از 24 صنفخانه، 3 اتاق لکسیونی، 4 اتاق کاری برای استادان، مرکز تستی و دیگر مرکزهای علمی و تعلیمی عبارت می باشد. در آشیانه یکم بنا مرکز تحقیقاتی تجربه دولتداری پیشوای ملت جهت براه ماندن کارهای علمی و تحقیقاتی آید به کار و فعالیت و خدمت‌های شایسته سرور دولت، مرکز تعلیمی خدمترسانی بانکی برای درس‌های عملی و تجربه آموزی دانشجویان رشته مالیه و بانکداری با اشتراک متخصصان ورزیده ساحه، صنفخانه اقتصادیات در زمان استقلال جهت معرفی دستاوردهای اقتصاد ملی در دوران صاحب استقلالی، مرکز تکنولوژی رقمی برای گذرانیدن درس‌های لابراتوری و عملی اختصاص‌های تکنولوژی اینواسیونی و برنامه‌سازی، مرکز آموزش زبان خارجی دایر به تکمیل دانش‌های معاصر آموزش زبان‌های انگلیسی، خطایی، نیمیسی و عربی با برنامه مخصوص، لابراتوری کریمینالیستی برای با استفاده از دستگاه و تجهیزات معاصر ساحه در عملیات تطبیق نمودن دانش‌های نظریوی دانشجویان فاکولته حقوق‌شناسی، مرکز شغل فاصلوی پارک تکنولوژی دانشگاه جهت آموزش ملکه‌های تهیه استارتاپ‌ها و دریافت جایهای کاری توسط اینترنت یعنی شغل فاصلوی، تالار لکسیونی اینواسیونی آید به براه ماندن روند تعلیم طریق فاصلوی و استودیو برای ثبت برنامه‌های تلویزیونی جایگیر شده است. در آشیانه دوم بینای مذکور 10 صنفخانه تخصصی، مرکز تستی برای 100 جای نشست و تالار لکسیونی جایگیر شده است. شرایط و امکانیت‌های فراهم شده در مرکز تحصیلات رقمی برای متخصصان صاحب کسب و رقابت‌پذیر بازار مهنت گردیدن دانشجویان و در تطبیق کانسپسیون گزارش به تحصیلات رقمی زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. در شفت بینای مرکز تحصیلات رقمی دانشگاه مجمعی ورزشی با 400 جای نشست جایگیر شده است که برای مشق و تمرین دانشجویان و ترغیب طرز حیات سالم مساعدت نموده ایستاده است.